من در همون دنیا یک رفیق داشتم، هم نشین داشتم، همکار داشتم. یاد میگم یقول اینک لمن المصدقین. هرگاه که دعوتش میکردم برای خدا دعوت، اینک لمن، گفت راست میگوی، تو باور میکنی خدای، رسولای، جنتای، دوزخای، همه خیلی گپای، همه خیلی یک یأس، ناامید، باور نمیکرد. میگو ایذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمدینون. بعد که میمیریم زیر خاک، با خاک استخوانامون میگردن در روی خاک، با یه حیاتی دیگه تداوم میکنیم. میگه بعد وقت اگه خبر داره که خدا میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. خدا میگه همین خاک شما را خلق کردیم، با همین خاک میری و منها نخرجکم تارة اخرى، با همین خاک یه بار دیگه میخیزی. و خدایی که یکمین بار خلقت کرد، دویم باره برای مشکل ایجاد میشه که دوباره خلقت کنه. و یکمش قینتره ای دویم بار انسان خلق کرد، یکم بار ای نبود میگیره خلقت میکنه، دویم بار چه مشکلات داره با خدا تره خلق نکنی. و منها نخرجکم تارة اخرى، ای همین خاک یک بار دیگه با تره حسد میکنیم. ایذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمدینون. همون میگه افتای کافر که وقتی که بمریم زیر خواب استخوانامو انا در زیر خواب باقیمو با یک بار دیگه حیات میشه. ایذا متنا و کنا ترابا و عظاما قال هل انتم مطلعون. بعد چی میگم جنتی؟ همون یکی در جنت نیستن. بعد میگه که شما امکانیت داره که با ما بریم همون را بینیم. قال هل انتم مطلعون. با ما میریم همون را بینیم که باور نمیکنه حالش چیه. گویا که اهل تفسیر میگن که همه همنشینا چی گفتیم؟ گفتیم ما احتیاج نداریم، اون چیزی که خواهش داشتیم اون چیزا نوید گشتیم. اما زحمت بعدی چی بود؟ بعدی همین جنت بود. اما ما همین چیزا حاصل کردن احتیاج نداریم. میگن و خودش میخواد که برای بینم. وقتی میره احوالش میگوید که فطلع فرآه فی سواء الجحیم. میره بالا میبینه که در وسط دوزخ است. همون رفیقش که باور میگه وقتی که حالش میبینه که در وسط در میان دوزخ هست، میگه تالله ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. قسم به خدا قریب هلاکم کنی، قریب هلاکم کنی. هر وقتی که دعوت همین گفتیم کو رفیق ناکام تاثیر داره. یک آدمی بد باشه، به توفیق باشه، اگر راهی بد ارشادت کنه رفته تاثیر میکنه. همون نفرم گفت که الله این کدت لتردین، قسم به خدا قریب هلاکم ولولا نعمت ربی لکنت. اگر نعمت خدا نمیشید، نعمت پروردگار نمیشید، ما در کنار ما همونجا حاضر میشیم. حالا می شکرانه کنی نعمت ایمان، نعمت توفیق، نعمت محبت خدا و رسول. الله میگوید که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا منت میکنه میگوید که حمد من الله بگه که هدایت تو کردم. اگر که هدایت من نمیشید شما هدایت نمیافتید. خیلی انبیاء هستن که همسراشو کافر گذاشتن، خیلی انبیاء هستن فرزنداشو کافر گذاشتن، خیلی انبیاء هستن که در اقاربشو و من تو شکرانه نمیگیم پروردگار عظیم الشان با کلمه لا اله الا الله محشور کرده. اللهم حبب الینا الايمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من عبادك الصالحین. وصلی الله تعالی علی خلقه محمد و سلام.